بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحبای عزیز، تکنولوژیستان گرامی ما، امید که صحتمند باشین. به ادامه درسای قبلی، آخرین درس شما البته بخش پروتوزوا هستن. باز هفته های بعدی از بخش میتوزوا از کرم ها دکتر صاحب توضیح میدیم. درس امروز شما چه هست؟ این هفته شما توکس پلازما گانگی یا مجموعه پروتوزواهای کوکسیدین است. یک گروپ از دکتر باش هستن پارازیت هستن. خواهی را توضیح میتیم در مدت زمان 30 یا 40 دقیقه چگونه یک پارازیت است. اینجا یک عمومی ذکر کرده، توکسوپلازما گاندی سبب توکسوپلازموزیس میشه. یکی از پارازیت های بسیار خطرناک است، خصوصا در زمان بارداری در نزد خانم ها، و یکی از علت سقط جنین، سوشکل جنین، بی‌نظمی های جنین و اقامت ها اینمی پارازیت شده میتونه. هر خانم در ترایمستر اول، یعنی در 3 ماه اول بارداری، گرچه مردم مصاب میشه اما بیشتر دکترای تراتوژن است، یعنی تاثیرات تغییر دهنده جنین داره یا تکثرش بیشتر در پلاسنتا دکتر معمول هست، در پوشی که در رحم مادر تشکیل میشه. شما پلاسنتا را میشناسید. به هر صورت توسط این 2 نفر از فرانسه بود کشف شد به نام نیکولا یا نیکوله دیگه مان سوکس. اینی 2 نفر بود. به هر صورت میگه یکی از پروتوزوهای کوکسیدین است. کوکسیدین یک گروپی از پارازیتا را میگه مثل ایزوسپورا، کریپتو اسپوریدوم، این توکسوپلازما، حتی ملاریا بعض پارازیتا را ذکر میکنه. یک پارازیت جهان شمول است. بله، میزبانش میزبان اینا قطعی هم داره، بین البینی هم داره. میزبان قطعیش انسان است، بین البینیش پشک هاست. میگه پشک ها گفته آخرین میزبان توکسوپلازما است. یعنی دیگه حیوانات هم در خانه است یا وحشی است یا اهلی است مصاب شده میتونه. در کل توکسوپلازما یکی از پروتوزوا است. در کجا زندگی میکنه؟ در اعماق رخته پشک ها تکثر جنسی خود تک، یعنی از این معلوم میشه پشک ها میزبان قطعی شده میتونه. از طریق زمانی که اونجا تکثر کنه باز از طریق مواد غایطه به بیرون اطراح میشه. میگه توسط مواد غایطه پشک ها به بیرون اطراح میشه، باعث منتشر شدن انسان ها حیوانات میشه. مواد غایطه پشک ها باز بعضا در بیرون قرار بگیره، در بعض حالت ها توسط پرنده ها خورده میشه. مرغ، این مرغ ها مصاب میشه، یا مرغ که مصاب شد باز ما مرغ دکتر چی میکنیم؟ گوشش انسان استفاده میکنیم. یا مواد غایطه پشک ها در آبهای جوی حوض ها قرار میگیره. بالاخره همین پارازیت در آب از طریق غذا از این حالت ها میتونه انتقال کنه. به هر صورت میریم درباره دکتر با اشکالش گپ میزنیم. توکسوپلازما فهمیدیم. چرا توکسوپلازما میگن؟ چرا گاندی میگن؟ گاندی دکتر یک نام نفر هم است، نام یک حیوان هم است. گاندی یکی از دکتر هست، یک نوع از موشهای افریقایی را میگن. توکسوپلازما این بیشتر دکتر خود پارازیت در پلازما انسان ها راپور داده میشه. توکسوپلازما گاندی نام یک نفر هم است، رهبر هندوستان هم میفهمین گاندی. گاندی یک نوع جوینده است، یک نوع حیوان است. اولین بار دکتر چست همین توکسوپلازما در وجود هم حیوان دیده شده. خب بعدو شکل است، یکی کانجونیتال، یکی پوست نیتال. این اصطلاحات حتما شما میشناسین یا شنیده باشین. یکی پرینیتال است، یکی پوست نیتال است، یکی کانجونیتال است. کانجونیتال هم مادرزادی را میگه. هرگاه خانم مصاب است، یعنی طفل از مادر میگیره. مادرای بدون معافیت میگه و مرض مصاب باشه، باعث مصابیت جنین میشه. کانجونیتال یعنی انتقال انتان از مادر بر طفل به شکل مادرزادی، کانجونیتال. پوست نیتال این دکتر حالتی است که دکتر
نفخ شدید تولید نمیشه، طفل به دنیا میه بعدا مصاب میشه. یعنی بیشتر عموما دکتر یکی از معایناتی است که در افغانستان بسیار شما باید سر کار دارین. البته در افغانستان به شکل الیزا سیرولوژیک است، مایکروسکوپیکش وجود نداره، چون اینجا وسطش ما نداریم توکسوپلازما را ببینیم کلچر کنیم. یعنی به دو شکل توکسوپلازموزس وجود داره، یعنی به شکل پست نیتال یا که پرینیتال. نیو نیتال هم شده میتونه مکنه، کانجونیتال مادرزادی. پست نیتال دکتر یا هم از طریق مادر انتقال میکنه، البته بعد از اینکه طفل به دنیا میاد. پست نیتال، نیو نیتال. خب از نظر شکل دکتر به سه شکل دیده میشه. توکسوپلازما کاندی میگه به سه شکل واقع میشه، یکی سیست است، یکی تروپوزوید است، یکی اوسیست است. یکی تروپوزوید، یکی سیست. این گفته تیشیو سیست، یعنی سیستایش عموما در بین انساج میشه. اوسیست، باز اوسیست ها را ما پسان توضیح میدیم. هر اوسیست دارای اسپوروسیست است، هر اسپوروسیست دارای دکتر اسپوروزوید است. و اسپوروزوید ها بعد از دکتر تروپوزوید اینا را میسازه. به هر صورت از نظر شکل دکتر شکل قایق مانند بت مانند است. میگه جدارش نازک است، جسامتش نمیخ است، 2 الی 4، 4 الی 7. خارج از حجرات میگه چست، خارج از حجره یکی اینتراسلولر میباشه، یکی اکستراسلولر. در خارج حجره جسامتش بالاتر از این حد میباشه. و دیگه زمانی که تلوین شد به شکل هلال مانند، هلال مثل مهتاب دکتر چست که تازه باشه به شکل قوس. به هر صورت میگه کیست های حقیقیش میتونه در انساج دماغ و در دیگه قسمت ها دکتر دیده شود. این سیست ها در برگرنده برادزویت هاست، یعنی قابلیت تولید انتان در پستانداران بعد از خوردن انساجی که حاوی سیست باشد دکتر دارد. برادزویت یکی از اصطلاحات است یا یکی از مراحل انکشاف یافته ترایپانزوما است. برادزویت، تاکیزویت، تروپوزویت، این اصطلاحات در اینجا بیشتر استفاده میشه. خلاصه مورفولوژیش دکتر عموما به دو شکل دیده میشه، سیست، تروپوزویت. یکی برادزویت چیست و یکی از مراحلش پسان من برای شما نشان میدم. به هر صورت دکتر یکی تاکیزویت، یکی برادزویت، یکی اوسیست. اینجا دکتر تصاویر میبینیم. این تصویری که میبینین عموما دکتر تاکیزویت است. و این دکتر چه است؟ برادزویت است. خب فرق بین این دکتر یکی در جسامت است. تاکیزویت ها دکتر یعنی قمای کوچک میباشن و برادزویت ها دکتر چه است؟ در حقیقت اونم شکل سیستش. این دکتر چه است؟ جسامتش کمی بزرگ میباشه. اونجا ذکر کرد دکتر سیست containing برادزویت، یعنی این اعضایی که در داخلش از دکتر این هر کدامش چندین پارازیت است. و اینجا هم که میبینید دکتر تاکیزوید است، تاکیزوید ساینس. خب این را ما کار ندارم، بازی هر کدامش دکتر یک پارازیت است. یعنی بعد دو شکل که تاکیزوید یکی برادزوید. تاکیزوید دکتر بیشتر در انساج میباشه، برادزویدش هم دکتر چسته بیشتر در مواد آقایتی انسان هم بوده میتونه دکتر، خصوصا در پشک ها. این اشکال اینجا دکتر هر کدامش یک کمی توضیح میدیم. شما یک کمی شماره ای را اینجا ذکر کرد دکتر. اسمیر فرام چسته پریتونال فلوید از مایی بطن دکتر از یک موش منتن این نشان میده دکتر چسته. کریس چسته سنتیک تاکیزوید، یعنی شماره ای چسته تاکیزوید است دکتر. شماره بی چی است؟ شماره بی برادزوید است و شماره سه اوسیست است. این تاکیزوید، برادزوید، اوسیست. در داخل اوسیست دو تا اسپوروسیست است. باز در داخل هر اسپوروسیست دو تا دکتر اسپوروزوید یعنی برادزوید هم گفته میتونه. اینجا نامه‌اش هم وجود داره دکتر. به هر صورت میگه عموما در انساج دکتر چسته تروپوزوید دیده میشه. تصویری که قبلا برای شما گفتیم اینجا ذکر کرده که اوسیست میگه اچ اوسیست میگه دو
دانه به شکل میگه بیضوی اسپوروسیست وجود داره و هر اسپوروسیست متشکل از 4 دانه اسپوروزوید. سعی کنید این اسپورولشن یعنی عموم اوسیست است. در داخل اوسیست دو تا چی هست؟ اسپوروسیست است. در داخل هر اسپوروسیست 4 تا دکسابات هست اسپوروزوید است. یعنی از نظر شکل ما دو اصطلاح را زیاد در کتاب استفاده کردیم، یکی برادزوید یکی تاکیزوید، یعنی تروپوزوید سیست او سیست هم گفته میتونه ها او سیست ها یک شکل خاصی است از او سیست ها مراحل انقسامی یک پارازیت گفته میشه. یعنی او سیست ها میتونه با سیست تروپوزوید تبدیل شوند، یعنی سیست یک مرحله ثابت است. خب این اشکال تلوین شده است، این دیگر را کار نداریم. برادزویت ها اینجا تحرکاتش هم حتی ما آوردیم. Toxoplasma gondii is a protozoan parasite of the phylum Apicomplexer. It is distributed worldwide and can infect all warm-blooded vertebrates, where it develops as an obligatory intracellular parasite. Its final host is the cat. With feces, first 2 sporoblasts are developing. Entered the خب به هر صورت ویدیو را با شما پیش خود ببینید. 10 دقیقه بوده. دوم عنوان کلتویشن، یعنی کلچر میشه یا نمیشه. بله کلچر میشه. توکسوپلازما میگه در وسطی که دوکسابا زنده باشه یا تخم مرغ یا کلچر و حجرات باشه دوکسابا هست قابلیت رشد دارن. خب وسط زنده کدام خصوصیت داشته باشه؟ دوکسابا 37 درجه باشه، درجه حرارتش مناسب باشه. این وسط دوکسابا هست اختصاصی است. یافته‌های کلینیکی چه رقم است؟ منبع انتان اون 5 فاکتور اینجا ذکر میکنیم. منبع انتان، باب دخول انتان، انتشار انتان، اطراح انتان و سرعت انتان. در اکثرا ما ذکر کردیم، بعضا از یاد ما رفته باشه در کتاب است. اگر نباشه شما در باکتری و ویروس پارازیت همین چیزا ذکر میشه به خاطر پاتوژنزش. منبع انتان شخص مریض است، پرنده ها، حیوانات است، حتی پشک ها شده میتونه، خوک قبلا گفتیم دکتر خوک هم شده میتونه ما معمول نیست. اشخاص مریض خصوصا کسی که در خانه است اینا منبع انتان است. پرنده هایی که در خانه است، مرغ است، خروس است، موش است، پشک است، چون پشک ها که میزبان قطعی است. طرق سرایتش میگه توسط آب و غذای ملوث، یعنی خوردن نوشیدن آب و مواد غذایی منتن، مواد غذایی که با مواد غایطی پشک ها و منابع انتان منتن شده باشه. به هر صورت تاکیزویت ها میگه زمانی که اما یک شکل دوکسابا امی توکسوپلازما است، میگه از طریق آب و غذای ملوث خورده میشه، باعث تخریب حجرات میشه. این قابلیت انتانی را داره و یک تمایل خاص به حجرات سیستم ریس داره، ریتیکول اندوتلیل سیستم. یعنی بعد از اینکه دوکسابا داخل حجره میشه از طریق جریان خون دوکسابا در سیستم ریس میره. اینجا ذکر کرده انسان ها در مقابلش به صورت مقاوم بوده ولی میتونه باعث انتانات خفیف شود. در نزد مردا کمتر، در نزد خانم ها چیست بیشتر. زمانی که از طریق آب و غذای ملوث یک سیستش خورده میشه، یک سیست تمزق میکنه. تمزق یعنی پاره میشه. در داخل سیست دوکسابا چیست؟ برادزویت هاست. برادزویت ها از او خارج میشه، سبب ایجاد عکس العمل حساسیت میشه و بالاخره باعث ایجاد التهاب، بند شویه، در نتیجه تخریب حجرات اطراف سیست این دوکسابا شده میتونه. این مراحلش اینجا ذکر کرد دوکسابا این میزبان قطعی. سعی کنیم اینجا پشک ها اصل گپ است، دیگه حیوانات هم میتونه دوکسابا مصاب شد. یعنی از حیوان به حیوان، از حیوان به انسان شده میتونه دوکسابا. ما به دو طریقه، هم از طریق پشک ها هم از طریق دوکسابا هستن. یک مستقیم از طریق خوردن دوکسابا هست و گوشت و خوک و گوسفند اینا. یک دوکسابا غیر مستقیم، مثلا پشک ها مواد غایطیش دوکسابا در آب قرار میگیرم و آب استفاده میکنم. اونجا دوکسابا ذکر کرده میگه بات اوسیست and tissue cyst.
ترانسفورم into the میگه چی هست تکزوید به شکل میگه چی هست کوتاه بعد از دکتابا بالا کردن تکزوید ها دکتابا چی هست لوکالایز میگه قرار خود دکتابا چی هست موقعیتش میگه بیشتر در قسمت های نیورال و چی هست مثل در انساج عصبی و عضله دکتابا قرار میگیره در بین نمی انساج دکتابا انقسام میکنه اگر گفته دکتابا یک خانم حامله باشه بعدا مصاب شود دکتابا تکزوید ها میتونه دکتابا فیتوس بیاد بالا از طریق جریان خون میره دکتابا امو سبب سقط جنین میشه به هر صورت اینجا که خلاصه گفتم تشخیص باز پسان مون یک سیرولوژیک دیاگنوزیس داریم یک دایرکت ایدنتیفیکیشن اف پارازیت فرام از خون محیطی از مایی امنیوتیک و از مقطع نسجی این تصویری است که عموما معرفی شده دوران حیاتش یکی میزبان قطعی داریم پشک ها بین البین موش یعنی انسان ها هم در کسابات هستن قطعی شده میتونه اما مراحل جنسی در وجود پشک ها صورت میگیره یعنی در افغانستان بسیار جالب است ما به خاطر یکی موش در خانه نباشه پشک هم نگاه میکنیم و این پرازیت هر دویش در کسابا مصاب میسازن اونجا ذکر کرد دکتابا هم قابلیت دکتابا انتان ها تولید میکنه هم انتان دکتابا چسته مزمنه به هر صورت یعنی پیشک ها میزبان بین البینی چسته دکتابا موش است زمانی که موش از دیگه موش میگیره یا از طریق آب غذای ملوث در محیط مصاب میشه بازومش توسط پیشک ها خورده میشه در داخل پیشک دکتابا شکل همین جنسیش تکثر میکنه بالاخره از طریق مواد غایطه پیشک‌ها به شکل اوسیست که در داخل اوسیست گفتیم اسپروسیست در داخل اسپروسیست اسپروزوید بالاخره او تکیزوید هم میگن برادزوید و بیرون اترا میشه کسایی که گفته ایمیون ریسپون است معافیتش دکتاباچ هستن عکس العمل معافیتی هست دکتابا به هر صورت میزبان بین البینی پیشک قطعی دکتاباچ هستن بین البینی مش قطعی دکتابا پیشکا شدن میتونه اینجا سعی کنیم بسیار جالب است این میزبان سعی قطعی پیشک از طریق مواد غایطه در بیروی اترا میشه میگه وازمی اسپورولیشن در کجا میشه میتونه امی مش دکتابا مصاب شود میتونه غذا دکتابا از طریق مواد غایطه مصاب شود میتونه دکتابا چسته یک آب یا دیگه چیز مثلا ما اگر غذا را بخوریم یا یک آب دکتابا بنوشیم از این طریق دکتابا میتونیم انتقال کنیم ما تصاویر زیاد آوردیم دکتابا سعی کنیم شک است و میگه سیس containing میگه برادزوید این تیشو اینترمیدیت هست این سیس دکتاباش هست در بیرون اتراش شده یا وی را مش خورده یا مش پشک خورده یا این نمی توسط دکتر پشک گرفته شده بالاخره در جهاز از می پشک تکثر جنسی خودت تعیین میکنه در بیرون اترا میشه بالاخره دکتاباش هست این مراحل و در بیرون چی هسته یا خوک دکتابا مصاب میشه یا پرنده یا عکس خروس آوردن یا دکتاباش هسته همین اوسوسا از طریق آب و غذا مستقیم دکتابا ما محیط انسان ها از بیرون میگیره خصوصا اینجا یک تاثیرات جنین ذکر کرده تاثیرات تیراتوجن داره قابلیت تخریب عدم رشد بی‌نظمی در انقسام سقط جنین و شبکوری و چی میگن دکتابا یکان لبچاک کامچاک احتمالا دکتابا پرازش شده میتونه این دوران حیات بسیار گپا داره در کتاب دکتابا شما کمی بخوانیم اینجا ما پیشتر خلاصه توضیح دادیم یافته‌های کلینیکی چه رقم است یکی به شکل دکتابا هسته پست نیتال کانجنیتال در اول درس ما توضیح دادیم میگه پست نیتال این شکل بعد از ولادت اکثرا در بالغین یا کاهلان دیده میشه طفل به دنیا آمده بعدا دکتابا اکثرا عکس العمل ظاهر میشه اشخاص کاهل اکثرا در مقابلش دکتابا مقاوم بودن اونم خاطر غیر ولی بعضا در نزد اشخاص کاهل شده میتونه بعض مرض مثلا کوریو ریتینایتیس التهاب دکتابا ریتینا شبکه چشم
هپاتایتس، نومونیا، آپتیک نرو اتروفی، اما عدسه عصب چشمی دکتر اتروفی کنه. یکی کانجنیتال است، در این شکل انتان دکتر از طریق پلاسنتا وارد جنین میشه یا ذاتی که میگن مادرزادی و این حالت بسیار خطرناک است با در اثر تداوم عدم توجه مادر اینجا گفتیم کوری و رچنایتس این بلایند نیست، کوری میشه، انترا سربلا یا کلسیفیکیشن بینظمی دکتر بچسته داخل دماغی میشه، تراکم کلسیم یا سایکوموتر دیسوره بینظمی عصب و محیطی، هایدروسفال کنه منینج سهایا را میگه، تجمع مایات در بین دکتر و پوش دماغ. یگان طفلا را دیده باشین رأس یا محیط کلش بسیار کلان، خودش مثلا 1 ساله 2 ساله، یگان تو مثلا 4-5 ساله شده کله یا رأسش بسیار کوچک است، یا هم دکتر است تغییرات جنینی در رحم مادر است. یا مایکروسوپال رأسش بسیار خرد است، یا ماکروسوپالی اختلالات یا آفاتی که دکتر با تعقیب کانجنیتال در نزد اگر مادر مصاب باشه احتمالا در نزد فلمی حالت ایجاد میشه. 90% در ترایمستر اول دکتر سخت جنین صورت میگیره. در ترایمستر سوم اگر مادر مصاب باشه این حالت ها دیده میشه و شبکوری و بینظمی. یگان تا را دیده باشین جوره است با هم چسبیده است، یگان تاست یک دان است دستش در بغلش چسبیده است یا انکشاف نکرده، بعد دنیا می یک چشمش کور است یک چشمش با بینا. این همه دکتر چه است یکی کار خداست، یکی بعض عوامل است و هم تحت فرمان خداست دکتر به خاطر آزمایش همو بنده همو کسی که دکتر چه است پدرش است مادرش است امتحان الهی است این دکتر سبب میشه. به هر صورت وقایه شرط است، هر کس خصوصا در نزد خانم ها هر مادر در ترایمستر اول باید یک تست سیرولوژیک اینمی تست کنه یا به تنهایی یا عمومی یک چند تست دیگه است. اگر شنیده باشین تارچ پروفایل میگن، تارچ یعنی اولش توکسوپلازما دیگهش روبیلا و میسلس و سایتومگالو ویروس هرپس سمپلیکس یک چند تست در آخر همی کتاب ما آوردیم دکتر به خاطر تشخیصش. به هر صورت تشخیص میشه. بله نمونه چی است؟ نمونه دکتر چنین داخل خون میشه، خون بهترین نمونه است، بلغم شده میتونه، سیسف شده میتونه، بایپسی از عقدات لنفاوی تا حال در قسمت ها شده میتونه. دومین کار ما لابراتوار مایکروسکوپیک میتود است، بیست میتود، گورت میتود بهترین میتود است. میگه نمونه مرضی رنگ آمیزی میشه با تلوین گیمزو یا لاشمان یا یک تلوین اختصاصی است اسپیشل استیم برای به نام پس میگه پریودیک اسید استشاپ اینجا ذکر کرده تکنیک. در اینجا دکتر ما میتونیم کیستا را در نمونه ببینیم. دیگه تست دکتر بیولوژیک است اینوکولیشن این انیمال امی تلقی در حیوانات که میگه در بطن موش در شیم تخم مرغ نمونه مرضی را در بطن موش دکتر با ظرف میکنیم، بعد از 6 هفته دکتر با دوباره دکتر با خون از موش میگیریم یا از قلب موش بایپسی میگیریم یا خود خون دکتر و انتبادی ها در تستای سیرولوژی دریافت میشه. خود کیست پارازیت در نسل دماغ موش زمانی که موش دکتر بعد از 6 هفته ما به خاطر تشخیص یک موش باید از بین بره، همین موش مثلا کشته میشه، از دماغ موش نمونه گرفته میشه، دوباره اسمیل میسازین اما شکل کیست شدکسا در بین دماغ و سیست شما پیدا میکنید. تستای سیرولوژیک است که سابین فیلمن دایجست میگن به خاطر دریافت انتیبادی ایندایرکت هیموگلوبینیشن ایمینوفلورسنس الیزا کامپلمنت فیکسیشن. خلاصه در یک سلام نمونه را گفتیم. دوم مایکروسکوپیک اگزامینیشن اینیکولیشن این انیمال تستای سیرولوژی داره، یعنی اینیکولیشن میگن نمونه مرضی را گرفته هر چیزی که از دکتر و خون سیروم سیسف است در بطن مصرف میکنه بعد از 6 هفته یا 2 هفته یا موش از بین میره. اگر موش بموره هم دکتر با موش دوباره نمونه میگیرن، اگر موش زنده بانه دکتر با خون موش میگیرن، موش میکشن از دماغش از قلبش بایپسی میگیرن به خاطر دریافت و تجمع یا شکل کیستش در بین انساجی موش. به هر صورت خلاصه ما یک اشاره دیگه هم کنیم به خاطر تستای سیرولوژی دکتر با
توکسوپلازما دوکسابا روش سیرولوژیکش میگه مثل یعنی 3 تست دیگر اگه شنیده باشین، سو CRP آره پسان در سمستر 6 تستای سیرولوژی میخوانیم. تستای سیرولوژی عموما از نظر راپور و وضعیت 3 نوع است. یک روش ICT میگه استرپ کیت وسیله است، استرپ شنیدین دوکسابا. توصیفی یکی در سلاید میشه، گرچه مقداری ما نداریم او هم توصیفی است، یکی در تیوب میشه. مایکروسکوپیک است، الیزا PCR است و این عموما تشخیصش دوکسابا به طور خلاصه 6 راه تشخیصش است. تست توصیفیش به متد ICT چی معنا؟ ایمینو کروموژنیک تست است. ما گفتیم دوکسابا توکسوپلازما IgG انتیبادی در خون دوکس ظاهر میشه. این وسایل دوکسابا انشالله اقتدار دیده باشه. کسایی که ایش نمیفهمه باز این مکانیزم مثبت بودنش باز ما در تطبیقات نشان میدیم. پروسیجرش بسیار ساده است. خون مریض گرفته میشه، سنترفیوژ میشه، در اینجا دیگه قطره 2 قطره دوکسابا میندازیم. اگر بفر داشته باشه 1 قطره، باز 1 قطره بفر. اگر نباشه 2-3 قطره سیروم مریض میندازیم. بعد از 10 دقیقه یا 15 دقیقه باز عکس العملش دوکسابا میبینیم. اگر 2 خط ظاهر شود سی چی معنا؟ کنترل تی تست. خب کنترل چی 2 خط میشه؟ اینجا بسیار گپاست، باز بخیر در تطبیقات ما ذکر میکنیم. و یک راه تشخیص است. حداقل خانم‌ها اینمی تست باید انجام بده. در سلاید هم میشه عکس العملش دوکسابا، یک قطره انتیجن یک قطره انتیبادی. بعد از عکس العملش هم میبینیم به شکل پاغونده گرانولار دیده میشه، یا با چشم یا توسط میکروسکوپ. یک تست دیگه است که با اینمی تست جزء از تستای حاملگی است. البته در جریان حاملگی گفتیم او را به نام تارچ پروفایل میگفتن. تارچ منو در اونجا یک پارازیت است، 3-4 ویروس است. یک روبیلا، CMV سایتومگالو ویروس، هرپس سامپلکس ویروس 2 نوع داره، یک دویش دوکسابا. تداویش فقط نام دوا را یاد میگیریم بس. کلندامایسین است، اسپایرو کلندیچاسامایسین یعنی 600 میلی گرم روزانه 4 وقت میگه بهتر است استفاده شود. اسپایریچاسامایسین 3 گرمه 4 وقت. این دوکسابا چسته در جریان حاملگی رو میتن. سلفا چسته دیازین و پایرمیتامین. این 4 دواست دوکسابا. وقایش چه رقم است؟ مثل دیگه پارازیت هاست. میبینی اجتناب از تماس با مواد غایطی پیشک و خصوصا خانم های حامله که سیرومشان منفی است. خانم های حامله دوکسابا همین در صورتی که دوکسابا چه هستن در خانه هم چه حیوانات باشه بیشتر با اینا سر کار نداشته باشه. مواظبت درست از پیشک ها، جابجا نمودن مواد غایطی آنها، اجتناب از خوردن گوشت خام یا نیمه پخته حیوانات خصوصا پرنده ها یا خوک در او کشورهایی که مربوطشان میشه باید خوب پخته شود و اینمی از طریق گوشت خوک یا میزبان بین البینی قطعی انتقال نکنه. یا خود موش مثلا در چین یک منطقه است دوکسابا مناطقی که روستاییشان است، موش زنده یا چی میکنن پخته میکنن در روغن میندازن مستقیم میخورن. چلپاسه هر چیزی که پیششان آمد مقصد میخورن. باز این میتونه مستقیم از طریق میزبان بین البینی انتقال کنه. اگر موش اگر داشته باشه خوب پخته شود، خصوصا چینایی ها را میگم، باز اونو شاید انتقال نکنه. دیگه درس ما تکمیل شد و من الله توفیق. دیگه درس های آنلاین البته ما خلاصه ما یک توضیح میدیم. یک 3 درس ما حضوری خواندیم. یک عمومیات پارازیتولوژی بود، تعریف انواع میزبان، انواع پارازیت. دیگه آمیبا خوانده بودیم، جاردیا، ترایکوموناس. اینا را حضوری درس خواندیم و این 4-5 ویدیو را ما ریکارد شده یک جا بر شما روان میکنیم. دیگه لشمانیاس 2 ویدیو است، ملاریا 2 ویدیو و دیگه ترایپانزوما هر دویش در یک ویدیو ما ذکر کردیم. بلانتیدیم کولای و آخرش هم توکسوپلازما گاندی. این 5-6 ویدیو را شما دوکسابا ببینین، مطالعه کنین و هفته های بعدی بخیر از بخش کرم ها ما ویدیو ثبت میکنیم، در خدمت شما قرار میدیم. سلامت باشین. هر جا که سوال است، پیشنهاد است، باز در گروه دوکسابا روان کنین.
و من الله توفیق. خداوند حافظ و ناصرتون.